این 5 طفل یک هفته باز شب را در پشت دیوارهای خانه روز میکنند. خانه‌ای که در آن به دنیا آمده و کلان شده اند. دیگر حق کشادن قلف در را ندارند. مادر طفلان میگوید جایی برای رفتن ندارند. من را وزیدم میرم، من همی فرزندم قبل اگر بانو میخدا کنم جخمه کار میکنم همش از سود میکنم دیگر نه دیچی رو ندارم. دلم با فرزندم میسوزه. کارمندان دادگاه واسه 20 اوگوست با طلب نزدیکان شوهر مطلوبه عزتова اینها را از خانه بیرون کرده اند. دیگه ما هم جخه گولکو خوردی به خورد اینا کلان میشوند. 14 سال میشینیم، بعد 14 سال پیدا میشوه یعنی کلانی اپای شوهرم. ما در همین سود 3 بار دیدیم شما. در حیاتمون دیدگی نیستیم، هیچ کس دیدگی نیست، نمیدونند که امشونه. مطلوبه عزتова 46 سال دارد و 25 سال پیش با ویتسلاف گالیولینی تاتارتابور ازدواج کرده بود. 6 سال پیش شوهرش به روسیه رفته دیگر برنگشته است. بارها میگوید به مقامات برای گرفتن الیمن مراجعت کرده است ولی بی نتیجه. گولاکو گفته سن اجرا چیست؟ اقلا الیمن تیمورا بگیریم بتن نمیداکی. همین تفی همه گولاکم چه خیلی گرفت پرتوفتش بخدا. رنگی گفتم دلم در زمین زد که او که من درمندیه این قوغزاش یه چشمکش نمیبینه با. منزلی که همکنون او را از آن بیرون کرده اند از خواهر خوشدامنش بوده است. میگوید با وجود آنکه در قید این خانه بود او را از سهمش محروم کرده اند. مرتا ریبچینکا خواهر شوهر مطلوبه در یک صحبت تلفنی گفت که این منزل به مطلوبه و شوهرش ربطی ندارد و آنها از دادگاه خانه خود را طلب کردند. شیشتایی بود به ایجاد درآمدی بود تکذر. خب درآمد چون برای گفت که مقصد خیلی خونه مرا خونه که من یک فکر زندگی رو بکنم. واقعا من کرداری قسمت تو سپس ایچی نمیه نمیتونه. که شکل میرسی تیزون داشت. رئیس جماعت شهرک واسه گفت این زن مراجعت کند حکومت میتواند به آنها قطعه زمین دهد تا آنه که مطلوبه با 5 طفل سرپناه مییابد جز زیستن در پشت دیوارها میگوید جای رفتن ندارند.